ساعت 4 صبح است و من هنوز بیدارم. در این لحظه نه مشغولیت ذهنی خاصی دارم و نه دردی در بدن که مانع خوابیدنم باشد. با این حال نمیتوانم بخوابم. سکوتی پر هیاهو ذهن و اتاقم را فرا گرفته است و نور لامپ‌های روشن در خیابان این هیاهو را دوچندان می‌کند. چنان خوابم می‌آید که نمی‌توانم وصف کنم و چنان هوشیار که باورم نمی‌شود. در این لحظه احساس می‌کنم هر آنچه پیرامونم است از واقعیتی که پیشتر می‌شناختم تهی گشته است. به نجواهای شبانه‌ای فکر می‌کنم که همینک در فرصت میان بیداری و خواب سرتاسر جهان زمزمه می‌شوند. حس می‌کنم از بدنم جدا شده‌ام و به حقیقتی عرفانی دست یافتم. انگار که وجودم در حال محو شدن باشد و هم از این دست آگاهیم نسبت به زندگی و واقعیات پیرامون. گاه پیش می‌آید از خوابی برخیزم که هنوز به آن فرو نرفتم. در چنین لحظاتی با چشمانی نیمه باز به اطراف می‌نگرم و هر آنچه پیرامونم است رنگی بدیع و شاعرانه می‌یابد و نوری که از خیابان به داخل اتاق سرک می‌کشد این شاعرانگی را دوچندان می‌کند. برای سکون و خواب، برای جایگزین کردن این خودآگاهی آزاردهنده با مالیخولیایی رهایی بخش به سان رازهای کوچکی که به نجوا در گوش غریبه‌ای می‌گویم. برای سکون و خواب تا جزر و مد دریایی پهناور باشم و شباهنگام در ساحل امنش آرام گیرم. برای سکون و خواب، برای غریبه گشتن از همه به سان شاخه‌ای کوچک در ردیفی از درختان دور به هنگام برگ ریزان. برای موج‌های کوچکی که در انتهای افق ساحل تشکیل می‌شوند و برای تمام عدم قطعیتی که جنگل‌ها در دل شب تجربه می‌کنند. برای سکون و مرگ، برای زیستن در قالب چیزی دیگر، صفحه‌ای از یک کتاب، دسته‌ای از موهای ژولیده دخترکی، ساقه تاکی پیچیده در قاب پنجره‌ای نیمه باز، جای پایی محو در کوهپایه، آخرین دودی که از دودکش خانه‌ای در دهکده‌ای به دید می‌آید پیش از آن که دهکده و ساکنانش به خواب روند. تازیانه کهنه‌ای که درشکبان در کنار جاده انداخته است. انتزاع، سرگشتگی، فراموشی، هر آنچه نشانی از زندگی در آن نیست. این گونه به خواب می‌روم. خوابی سبک و بی آرامش در میانه اوهام و انعکاس نور کمجان چراغ‌های خیابان ساکت، همچون کفی روی امواج دریای آلوده که از درون سرم به ساحل پشت پلکم برخورد می‌کنند. می‌خوابم بی آنکه به واقع خفته باشم. پس پشتم سکوت ابدیت را لمس می‌کند. صدای فروچکیدن زمان را می‌شنوم. قطره قطره قطره. قلبم از خاطره هیچ به هم فشرده می‌شود. خاطره تمام آنچه بود یا تمام آنچه بودم و بالشت به سان دره‌ای سرم را در خود فرو می‌برد. پوست تنم و ملحفه روی تخت به سان دو نفرند که در سایه به یکدیگر دست می‌سایند. گوشی که بر آن لمیده‌ام همزادش را روی بالشت یافته است. پلک می‌زنم و صدای محو برخورد مژه‌هایم از شیب بالشت تا پایین تنم سر می‌خورد. نفس می‌کشم، آه می‌کشم. نفس و آهی که از آن من نیستند. رنج می‌کشم بی آنکه چیزی حس کنم یا اندیشه‌ای در سر داشته باشم. ساعت بزرگ خانه که یقین دارم جایی در میانه بی‌نهایت قرار دارد با صدای خشک و قاطع زنگ 4:30 صبح را نواخت. چقدر همه چیز دور از دسترس، عمیق، سیاه و تاریک است. زمان را از سر می‌گذرانم، سکوت را از سر می‌گذرانم و چون کودکی مرموز جهان‌هایی انتزاعی را تخیل می‌کنم. خروسی به ناگاه بانگ می‌زند، بی دغدغه این که هنوز اندکی شب است. اکنون می‌توانم به خواب روم، چرا که طلیعه صبح در من پدیدار گشته است. ناخودآگاه لبخندی بر لبانم نقش می‌بندد و چین‌های بالشت زیر صورتم اندکی جابجا می‌شوند. اکنون می‌توانم تسلیم زندگی شوم،
تسلیم خواب و فراموشی. بانگ خروس را برای دومین بار میشنوم و دیگر نمیتوانم تشخیص دهم که این صدای خروس در واقعیت است یا بخشی از رویای من.